یک روز داشتم میکالافیدم که رفتم این آشغالو بزنم، اما آشغال بعدی منو زد. من داشتم چند تا فحش درست بهش میدادم. آخه حیوان داخل اون سوراخ چی کار میکنی؟ هواداری یا کی؟ تو دشمنی نیست. و رفتم این گوزو رو بزنم. اینقدر لک بودم که نمیتونستم یک ربات هم بزنم، ولی آخر زدمش. رفتم اینجا داشت میدمد و انمی رو مفبر کردم. این زباله هم پشتش به ما بود، منم زدمش. این آشغال هم با این که لک بودم زدمش. همه مرده بودن، فقط من مونده بودم که یک دفعه یک آشغالی داشت میومد بالا تا اومد. من لک خوردم و بیناموس آشغال مثل چیترها منو از پشت دیوار زد. آشغال عوضی. داری مشکل داری بینا، داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلای سر ما اومده.